درود هموندان مهربان. بعد 4 روز طبیعت به ما جشن بزرگی را تحفه می کند. جشنی است که ناتکرار، بزرگ و با رسیدن این عید پیشکی من شما را تبریک می کنم و در زندگیتان تمام خوشی ها و برکت را امیدوارم از درگاه یزدان پاک سرشت. و نگفته نماند که در طول 100 ساله ها شاعر، دانشمند و عالم نبود که درباره نوروز شعر یا سخن نگفته نباشد. ولی متاسفانه امروز بعضی جوانان شدند که پیروان بعضی گمراهان میشوند و بر ریشه خود تیشه میزنند. اولین پاچا که نوروز چی کرد؟ جمشید نام داشت. 5 روز خاص کرده بود برای کی؟ مردم عوام. اکو این استاد ما قدیم باز روز ششم خواص حافظ شیرازی میداند که وی میگوید که بیش از 5 روز نیست نسیمی باد کدام مردم بودن؟ به آتش سجده میکرد. چون در خورده داری خدا را ستیشت کن. کدام مردم بودن؟ در جهان نهاد کسی را پیدا بکنی که قائل به 2 خدا باشه. نبی سلام میگه بچه الاست، 2 خدا نمیگه برش، یک طایفه‌اش است. اما فارسی‌ها، زردشتی‌ها در او زمان به 2 خدا قائل بود: خالق خیر و خالق شر. خالق خیر یزدان، تعالی رم امون نامه میگیر. این دامولای بزرگ چقدر اشتباه میکند. یزدان حتی خدایی که او میگوید این خدای عربی نیست، این خدای اون زردشتان بود. خدای زردشتان اهورامزدا نام داشت، نه یزدان. یزدان رو با اهورامزدا عوض نکنید. خیلی برادران، به خاطر که این انسان پیروان و شاگردان زیاد دارد، نمیخوام که خود را زیری دشنام و تحقیر کنم و به همین خاطر شما را به خدای مهربان میسپارم. درود و سپاس خداوند بر شما باد.